تصور کنید یک زمین خاکی در شهر روزاریو، آرژانتین، جایی که یک پسر کوچک، نه بیشتر از 10 سال، آماده شوت زدن است. کفش‌های فوتبال بزرگ و خاکیش پوشیده از گرد و غبار است و ارادش از خورشید بعد از ظهر درخشانتر می‌درخشد. این پسر لیونل مسی است که سفر خارق‌العاده‌اش از یک محله ساده تا تبدیل شدن به یک اسطوره فوتبال چیزی کمتر از یک افسانه نیست. امروزه نام او در هر گوشه جهان طنین انداز است و میلیون‌ها نفر او را جشن می‌گیرند. ستان که تازه ویدیو ما را می‌بیند، لطفاً سابسکرایب کنید. لیونل مسی در یک خانواده کارگر در شهر روزاریو به دنیا آمد. فوتبال برای مسی تنها یک ورزش نبود، بلکه زندگی، رویا و فرارش بود. در 10 سالگی مسی ساعتها در خیابانها تمرین می‌کرد، اغلب با یک توپ فرسوده. حتی در آن زمان استعداد او غیرقابل انکار بود، اما رویاهایش با یک مانع بزرگ روبرو شد. با تشخیص کمبود هورمون رشد، آینده مسی در فوتبال نامطمئن به نظر می رسید. اما اشتیاق با تعهد او هرگز کاهش نیافت. زندگی مسی زمانی که باشگاه بارسلونا به استعداد او پی برد، دچار تغییر چشمگیری شد. این باشگاه پیشنهاد داد هزینه‌های درمانی او را پوشش دهد و خانواده مسی تصمیم شجاعانه‌ای گرفتند که به اسپانیا نقل مکان کنند. این آغاز جدیدی برای پسر خجالتی بود که باید خود را با فرهنگ و محیط متفاوتی تطبیق میداد. با این حال، با هر چالش، اراده مسی قوی تر شد. استعداد استثنایی او در زمین به سرعت توجه‌ها را جلب کرد و واضح بود که مسی برای بزرگی به دنیا آمده است. به دوران باشکوه مسی در بارسلونا برویم. تصور کنید ورزشگاه نیوکمپ مملو از هوادارانی که نام او را فریاد میزنند. پشت یک استیج کوچک، مسی با افتخار ایستاده و لباس معروف بارسلونا را به تن دارد. روی استیج 8 توپ طلای درخشان نمادی از دستاوردهای بی‌نظیر اوست. هر جام داستانی از پشتکار، مهارت و اشتیاق را روایت می‌کند. هواداران در پس زمینه با صدای بلند تشویق می‌کنند و پرچم‌های بارسلونا را تکان می‌دهند، در حالی که مسی لبخند می‌زند و یکی از جام‌ها را بالا نگه داشته است. در سال 2022 میراث مسی به اوج خود رسید، زمانی که او آرژانتین را به قهرمانی جام جهانی هدایت کرد. یک تصویر منحصر به فرد داستان باور نکردنی مسی را به تصویر می‌کشد. در یک سمت مسی جوان در لباس ساده، توپ فرسوده‌ای در دست، بازتابی از آغاز فروتنانه اوست. در سمت دیگر، اسطوره مدرن با افتخاراتش احاطه شده و جام جهانی را در دست گرفته، در نورافکن‌های یک ورزشگاه پرهیاهو ایستاده است.